بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. از سخنان همکار گرامیمون جناب مولانا دکتر عبیدالله استفاده فرمودید، همه ما استفاده کردیم. در لحظات باقی مانده آیه را حضورتون تلاوت کردم که این آیه به اون علاج اصلی همه مشکلات های دنیا، تمام معضلات دنیا و به تمام بنبست هایی که بشر در زندگی با آن مواجه هست پاسخ داده است و راهنمایی کرده قرآن عظیم الشان. حل همه معضلات جامعه بشری و انسانی در اتباع حق، در اتباع واقعیت ها هست و حقائق، دیدن واقعیت ها، دیدن حقائق و تابعداری از حق. وقتی که از حق و حقیقت تابعداری بشه، از همه فساد در دنیا جلوگیری شده است. همانطور که حل همه مشکلات در اتباع حق و فساد، منبع فساد و مرکز فساد عالم و فساد جهان در اتباع هواست، یعنی تابعداری کردن از نفس خوده، از خواهشات نفسه، که انسان به جای آنکه دنبال حق بره، دنبال واقعیت ها بره و حق را ببیند، نفسش را ببینه و ببینه که نفس چه تمنا میکنه، دنبال رو هواهای نفسانی و تمنای نفس باشه و پشت سر نفس حرکت کنه. این محور همه فساده، منبع همه فساده. فساد در آسمان و زمین، در هوا و فضا و در زمین، در خشکی و دریا، در همه جهان و همه سطوح فساد از همین سرچشمه میگیره که عده حق را ناحق میکنند و حق را نادیده میگیرند، واقعیت ها را میپوشند، حقایق را نادیده میگیرند و دنبال نفس حرکت میکنند. امروز اگر جامعه بشری و جامعه انسانی با فساد روبرو هست، جنگل ها دارن میسوزند و آتش های مهیب در جنگل های سرسبز دنیا میفته، که انسان وقتی میبینه دلش کباب میشه که این جنگل های سرسبز دنیا چگونه طعمه آتش شدند. و وقتی میبینه که این زلزله ها
چقدر انسانها را نابود میکنند و ساختهای انسان را، عمران و آبادی دانیه که انسان ها به وجود آورده این زلزله ها تخریب میکنند و این طوفان ها و تخریب طبیعت و این همه مشکلات که امروز طبیعت به مسیرش در منافع انسانه که به انسان نفع برسانه، این طبیعت امروز ناسازگاره و برخلاف منافع انسان داره حرکت میکنه. اگر باران جای میآید سیلاساست و تخریب داره، هوا اگر جریان پیدا میکنه طوفانی میشه، گرد و غبار میریزه بر سر انسان و زلزله و سونامی و آفتها و آتش و چیزهایی که در احادیث پیش بینی شده برای قرب قیامت و علائم قیامت. معلوم میشه که از علائم قیامت آنه که زمین فساد بگیره، یعنی زمین بشه فاسد و وقتی که زمین فاسد بشه قابل زندگی نمیشه، انسان نمیتونه در رو زندگی بکنه، بشر برایش زندگی بر روی زمین مشکل میشه و این از دست خود بشره. ماییم، انسان هستند که طبیعت را فاسد کردن، زمین از بین بردند و قابل زندگی نکردن. همین که امروز کارشناسان هشدار میدن و داد میکشند که آقا طبیعت از بین نبرید. منابع طبیعی را حفظ کنید و لحاظا عزیزان من همین این که امروز زندگی دشوار شده، زندگی سخت شده است، زندگی با چالش روبروی در این عصر فناوری، در این عصر پیشرفت و ترقی، در این عصر که همه جهان را به قدر یک روستا، به قدر یک ده آورده، نزدیک کرده. بشر با هم نزدیک شده، فاصله ها جمع شدند. با این ترقی و پیشرفت و امکانات رفاه و آسودگی و زندگی تلخ، زندگی ناگواره. چرا عزیزان من؟ به خاطر این فساد و این ناهنجاری و نابرابری به خاطر اتباع هوا هاست. مردم دنیا، مردم همزمان ما، معاصران ما، دنیای معاصر دنبال هواهای نفسانی می رود و چشم را از حق می پوشه، از حقائق می پوشه، میل به سوی حق نداره و این الله تعالی اینجا در قرآن ترسیم کرده که ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. الله میگه بالا و پایین، آسمان ها و زمین فاسد میشن، یعنی قابل زندگی نمیشه. هرچی که فاسد بشه من شما میاندازیم، میگه دیگه درد نمیخوره. گوشت فاسد میشه، غذای فاسد میشه، این اگر انسان مصرف کنه مسموم میشه، میکشه آدم. کالای وسایل فاسد میشه، اینا میاندازن، میریزن توی زباله‌دان. و لحاظا زمین اگر فاسد بشه چگونه میشه توی زندگی کرد؟ اما اون چیزی که نزد الله ارزش داره و طبیعت سالم نگه می‌دارد و بشر میتواند به زندگی راحت ادامه بده، او اتباع حق، او اتباع و تابعداری واقعیت هاست و تابعداری حقائق. و اگر این حقیقت ها را ما ببینیم و این پیروی بکنیم، به راه حق بریم،
ما راحت میشیم. مخالفت کنیم با نفس و هواهای نفسانی و نفس اماره بالسو که زبان پیامبر خدا که او را الله تعالی به حضرت رسول فرمودن کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. او پیامبر حضرت یوسف فرمود و انسان کریم و شریف که فرزند کریم حضرت یعقوب، فرزند کریمی که حضرت یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق فرزند ابراهیم، همه اینها کریم بودن و این زبان از زبان این کریم و شریف، شریف زاده و شریف حضرت یوسف الله نقل میکنه علیه السلام که این النفس لاماره بالسوء، نفس اماره در زبان عربی کلمه مبالغه است، یعنی بسیار امر میکنه، به کثرت امر میکنه، نفس به گناه امر میکنه. اگر نفس مهار نشه، اگر نفس کنترل نشه و نفس نیاریم توی مسیر حق، نیاریم توی مسیر واقعیت ها و حقایق، بالاخره نفس زمین را فاسد میکنه، آسمان ها را فاسد میکنه، بالا را فاسد میکنه و لہذا بارانهای سیلاسا و میریزند از بالا و زمین سیلاب جاری میشه، زلزله می آید، آفتهای گوناگون و زمین فاسد میشه. از آیات قرآن کتاب مقدس، آخری کتاب خدا، روشن و واضح عزیزان من که یک وقت می آید که کل از کتاب و سنت که زمین را فساد میگیره، حق کم میشه، برچیده میشه، مخالفت میکنم با حق و همین مردمان همین آخر زمان که فساد دنیا را فرا میگیره، قیامت بر اونا برپا میشه. دیگه الله میگه زندگی بشر و این زندگی ارزش نداره و به این زندگی پایان میده تا او زمانی که توی دنیا واقعیت ها نادیده گرفته نشن، حق در نظر باشه، مخالفت بشه با نفس و هوا، حداقل بخشی از جامعه بشری، بخشی از جامعه انسانی مخالفت کنم با هواهای ناجایز نفس، با طغیانگری های نفس، با سرکشی های نفس مخالفت کنن، زمین قابل زندگی میشه تا حق هست در دنیا، تا واقعیت ها نادیدن گرفتن نمیشون، تا عدل، تا انصاف باشه در روی زمین و عدل و انصاف جز واقعیت و حقایقا، ظلم جز هواهای نفسانی، جز طغیانگری نفسه، سرکشی نفسه. ولهذا مهمه و این مسیر حق، مسیر ابراهیم علیه السلام، انبیاء علیهم السلام، این مسیر رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه و سلم است. ما ملت ما وارث ابراهیم علیه السلام، ما به ابراهیم وصلیم، ما به محمد رسول الله خدا ما را وصل کرده. من گاهی عرض کردم که ما را پیوند نزنیدی اون طرف اون طرف، ما پیوند هیچ جای نیستیم، ما پیوند حقیم و ما پیوند حضرت ابراهیمیم و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرف برای ملت ما، شرف برای امت ما، عزت برای همه بشریت، از هر طیف و تباری باشند
که از ابراهیم علیه السلام اتباع بکنن. انسانی که همه او را قبول دارن، همه ادیان او را قبول دارن، همه ادیان از ابراهیم اتباع بکنن و پیرو واقعی ابراهیم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که الله تعالی می فرماید ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. الله به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم امر کردن که شما ابراهیم اتباع بکنید و دو چیز اینجا برای حضرت ابراهیم یاد کردن، دو محور بزرگ و دو شاخصه بزرگ که ابراهیم داشت، امتیازهای بزرگ ابراهیم هستند. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. ابراهیم از تمام خرافات ها را دور بریزید و بگذارید. از همه خرافات ابراهیم دور بود. ابراهیم علیه بالله خرافی نبود، دنبال خرافات نبود، از خرافات و از انحرافات ابراهیم دور بودن. خرافات در مسیر هواهای نفسانیان، بدعات در مسیر نفس و هواهای نفسانیان. ابراهیم از خرافات و از این مسائل دور بودند و مشرک نبودند. الله تعالی می فرماید موحد بود، بر مسیر توحید بودند. این دو تا شاخصه، دو تا عرض حضور شما که محورهای بزرگی که ابراهیم بر اونها قرار داشتن، محور توحید و محور حق و دور از خرافات، می فرماید شما این ابراهیم تابعداری بکن. و دین ما ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. نزدیکترین انسان، نزدیکترین کسان به ابراهیم علیه السلام اونایی که در حیات طیبه ابراهیم را اتباع کردن. این پیامبر اعظم و مؤمنین الله تعالی می فرمایند پیروان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که نه ابراهیمی هستند، اینا شایسته ترند از همه ملت ها به ابراهیم. دین ما دین ابراهیمی هست و این افتخار برای ما. این عزت میخوایم به همین دین بمیریم، میخوایم نریم به سوی خرافات که مردم با نفس این خرافات در مسیر هواهای نفسانیان، در مسیر خواهشات نفسن، بدعت توی مسیر خواهشات، باطل توی مسیر هواهای نفسانیه. به هواهای نفسانی نریم، به حق بریم، به قرآن بریم، به این کتاب مقدس بریم. و الله تعالی برای ما یک الگوی معرفی کرده. خوب توجه بفرمایید، الگوی همه ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. الله تعالی همین فرموده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای شما نمونه موجوده، نمونه زندگی، عدالت، انصاف حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، توحید حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اتباع آن حضرت از دستورات الله، فرمان برداری رحمت للعالمین از خدا. این برای ما نمونه را که الله در قرآن معرفی کرده است برای ما، او حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. سیره آن حضرت خلاصه از سیره همه انبیایه و از خلاصه از سیره ابراهیمه. و دین
اسلام خلاصه از همه خوبی های ادیان سماوی، دین اسلام ابشر تغییر ندیم و به همون مسیر دینش قرار بده. قرآن عظیم الشان نمونه زیبای از همه کتابای آسمانی، خلاصه همه کتابای آسمانی هست و این را الله تعالی مرا ترغیب به همین داده که اتباع حق، اتباع واقعیت و میتونه ضامن پیروزی و زندگی راحت توی دنیا باشه. ما دوتا بعدن اینجا که اینها را باز در نظر نمیگیرن، یک بعد ظاهریه و یک بعد معنویه. ما باید بعد معنوی را هم در نظر بگیریم، بعد ظاهری را هم در نظر بگیریم. لحاظ از لحاظ فساد اخلاق و نادرستی عمل کرد و فساد عملی و فساد اخلاقی و فساد اعتقادی، اینها هم زمین فاسد میکنند و از طبیعت را به هم میزنند و هم فساد ظاهری که تخریب جنگل هاست و نادیده گرفتن منابع طبیعیه و از بین بردن منابع طبیعی و طبیعت زمین و طبیعت خلقت را ظاهری را اگر به هم بزنیم، مایه فساد و باطنی را هم به هم بزنیم، مایه فساد. و لحاظا مسیر صحیح و مسیر درسته که زمین اگر بر زمین عدالت اجرا بشه، بر زمین انصاف اجرا بشه، در زمین حقوق ها در نظر گرفته بشن، واقعیت ها در نظر گرفته بشن، زمین آرامش پیدا میکنه. و اگر ظلم باشه، اگر نابرابری باشه، اگر اجحاف باشه، اگر واقعیت ها پوشیده بشن، هم زمین فاسد میشه و قابل زندگی نمیشه. در هفته گذشته دو تا جریان بود و رویداد به اصطلاح که روی اونها چند جمله صحبت میکنم. یکی همین خیزشی که در فرانسه انجام گرفت و اتفاقات و جریاناتی که در فرانسه پیش آمد، بالاخره خیلی ناظران توجهشون را به همین مسئله جلب کرد و این خیزش به ظاهر از کشتن یک الجزایری تبار جوانی که الجزایری تبار بود، اهل فرانسه بود و کشته شد و یک خیزشی برای همین بزرگ انجام گرفت و دست پلیس کشته شد و پلیس به او و وقتی خواست از دست پلیس فرار بکنه تیراندازی کرد و اعتراض این بود که چرا پلیس تیراندازی بکنه به یک انسان و یک انسانی را از پا در بیاورد. البته دیگر ناراضگی هم هست، در میشنویم که در جوانان فرانسه بالاخره این ناراضگی وجود داره. این سبب شد که جرقه‌ای به وجود آمد که بالاخره فرانسه را اغتشاش فرا بگیرد و اغتشاش تا جای که آمار میدادند که 5000 ماشین سوخته شده، اتومبیل سوخته شده و 500 تا ساختمان، 250 پایگاه پلیس و پاسگاه پلیس سوخته شده، حمله شده بر اونها و
اینش زیاد غیر طبیعی نبود، ولی طبیعی چیزی که خیلی توجه ناظران را جلب کرد با این که این همه جریانات پیش آمد، نه کسی چشمش کور شد که چشمش را بزند، نه کسی پایش قطع شد، نه مردمی کشته شد، انسانی کشته شد. پلیس اینقدر خودداری کرد از این، بله مقابله کرد و جوانان دستگیر کرد و بازداشت کرد چون اغتشاش میکرد، ولی نکشتی. نارایی خیلی چیزی تعجب آوری هست که پلیس فرانسه، من نمیگه که فرانسوی ضعف ندارن، خیلی ضعف موجوده، خیلی مشکل در اروپا و همه جا موجوده دنیا، ولی ای که اینها این مردم نزنن، مردم خودشون نکشن، با گلوله جنگی نزنن. این نکته خیلی قابل تأمل، قابل فکره. و ناراضگی توی همه دنیا، این همه تظاهرات، اعتراضات در همه شهرها موجوده، مجه نیست که تو اروپا موجوده، در همه جهان دنیا به دو بخش تقسیم میشن، کشورهای دموکراتیکن و نظامهای آزاد دارن، دموکراتیک دارن، و کشورهای استبدادی هن. کشورهای استبدادی برای اعتراض نمیگذارن و کشورهای دموکراتیک توش اعتراضات هست و شعار میداد، حرف میزنن، ولی دیگه اتفاق پیش نمیاد که مردم کشته بشن، مردم زده بشن. این خیلی مسئله است که هم مسئولان هم نیروهای ما، نیروهای مسلح ما در نظر داشته باشند. قانون که اساسی که 45 سال قبل یا 4 سال 44 سال قبل تأسیس شده، سعی شده که قانون با همون دموکراتیک نزدیک باشه، چرا که قانون اسلامی، اسلام با دموکراسی نزدیکه. اسلام ضد استبداده، اسلام دشمن استبداده و اسلام با دموکراسی نزدیکه. انتخابات است، او صدر اسلام انتخابات در نوع خودش که دنیا نبوده جریان داشته در بین مسلمانان و برای مردم آمده، غیر از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم که همه راه او همان حضرت، همه راه با حضرت متفق بودن، تازه یک تمدنی را تشکیل دادن و حکومتی را تشکیل دادن و در رأس آن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. ولی بعد از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم همه را مردم رای دادن. مردم اون زمان بیعت بود و هر کسی که مردم بیعت کنند و مردم هم آزادانه بود، اجبار نبود. دموکراسی به معنی واقعی، یعنی آزادی به معنی واقعی. با تمام این خلفای راشدین همین طور بیعت شده است، با سیدنا علی، با سیدنا ابوبکر، با سیدنا عمر، عثمان. این از طریق دموکراسی آمدند، حاکم شدند. دین اسلام با دموکراسی، نظامای دموکراسی بسیار مشترکات وسیع داره و با استبداد نه، مخالف استبداده. و این توی قانون ما همین جهمین، اگرچه قانون ما میگه خیلی ضعف داره، بعضی چیزش هست که حتی با سابقه هیچ ندارند توی جریان اسلام، بعضی چیزا را تصویب کرده و این حوض میخواهند. و این نکته من بگم که هیچ جای دنیا نیست که
قانونش همه 100% درست باشه. قانون چیزی که بشر درست میکنه، الله اینجا اجتهاد بشره، فکر بشره. فکر بشر خطا داره، اشتباه داره. قوانین دنیا که جواب ندن، در هر نقطه از دنیا قانون عوض میکنن، مگر کشور استبدادی بر قوانینشون اصرار میکنن. ولی همه جا میبینی که آقای قانون جواب نداده، از رده خارج میکنه، عوض میکنه. ولی این قانون اشتباه دارند. این قانون بسیار مصوبات جواب نمیده، عوض میکنن. بسیار سیاستن که جواب نمیدن، عوض میکنن. دنیا میبینی که یک چیز را اجرا میکنه. ببینه من یک جایی رفتم و بالاخره با یکی از مسئولان صحبتی داشتم، گفتن که شما قانون تصویب میکنید و دستور اجرا میدید، شما چرا نمیبینید که این قانونی که تصویب کردید جواب داده یا نه؟ آیا چه اثرات مثبتی داشته یا منفی داشته؟ مثبت داشته بگذارید، منفی داشته قانون جمع کنید. قانون شما مصوبات مجلس اگر جواب نده، مصوبات قانون گذار اگر جواب نده، لازمه که قانون جابجا بکنه. این سخت بشره. بشر دچار اشتباه میشه، بشر اشتباه میکنه و لحظا باید ما قوانین مورد بازرسی قرار بگیرن و زود به زود مورد بازرسی قرار بگیرن. ما اینجا در خودمون همین مدارس سیستان و بلوچستان با هم وحدتی دارن، شورای دارن و لحظا سر 10 سال ما همین مصوبات بررسی میکنیم و هر مصوبه که جواب نداده، کتابی آوردیم توی نصاب جواب نداده، بیرونش میکنن. جواب نداده. 44 ساله که قانون ما دست نخورده است و تغییرات نیامده در او، خیلی ضایعات درست شده. ولی در همین قانون اعتراض حق مردم دانسته شده است. اون چیزی که میخواست مردم حق اعتراض دارن، حق اختشاش ندارن. آقا سنگ نزنند، آقا به مغازه ها حمله نکنند، به بانک ها حمله نکنند، ماشینه را نسوزند، مختل نکنند زندگی مردم را. اعتراضشون بود، حرفشون، کارگر حرفش را بزنه، بازنشست بزنه، معلم بزنه، زنان نسبت به حقوق خودشون در طبق همین قانون و در از لحاظ قانون شرعی هم حق اعتراض دارند، از لحاظ عرف و قوانین بین المللی حق دارند. ولهذا وقتی که مردم اعتراض مسالمت آمیز بکنن، حرف بزنن، شعار بدن، و لحاظا نباید با گلوله جنگی زده شن. و نباید چشمشون کور بشه. دومین نکته همین کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که کمیته را درست کردن که حقیقتها را در این جریان اخیر، خیزش‌های اخیر در ایران بررسی کنند و این کمیته حقیقتیاب گزارشش را به حقوق بشر داد و به من گزارش او را من هم گوش کردم که گزارش اینا چیست و چه مسائل، چه شکایت‌های شده است، به این کمیته حقیقتیاب به کجا رسیده و چیزایی که در دل اونجا من پیدا شد. اینا گزارشایی که داده همینه.
مسئلهشون از اعتراضشون بر اعدام ها بود، اعدام های خیزش های اخیر، اعتراضات اخیر بر کسانی که معلول شدند، بر کسانی که چشمشون کور شده، بر کسانی که آسیب دیدند در بازداشتگاه ها. اونجا مشکلاتی که برای افراد بازداشتی پیش آمده و مورد تعرض قرار گرفته ابرو حیثیتشون و سخت مشکلاتی را که اونجا تحمل کردن، کمیته اینها را گزارش میداد. من به این فکر رفتم که گفتم اگر ما بالاخره چرا به همین حقوق بشر که بسیار چیزای خوب داره، حقوق بشر، حقوق بشر را نمیشه مطلق رد کرد. ممکنه یک جایی با ما بالاخره با شریعت برابری داشته نباشه، ولی اشتباه حقوق بشر اکثر مواردشون برابر با شریعت. بله ممکنه قدرت ها سوء استفاده بکنند و از این طریق بر بعض دولت ها بخوام فشار بیاورن. ما این انکار نمی کنیم، نمیگی که عیب نداره حقوق بشر، ولی واقعا خیلی چیزای خوب داره. و من نه الان، از دیری که من به این مسئولان گفتن که شما دربهای زندانهایتون باز کنید، درب ایوین باز کنید، دربهای زندانها را باز کنید، این حقوق بشر بیاد نگاه کنه. اگر اینجا چیزی خلاف حقوق بشره، مطمئنا خلاف شریعت هم هست، اکثرا همینطوره. و شریعت ما هم با دموکراسی و آزادی نزدیکه، شریعت اسلام با حقوق بشر خیلی نزدیکه، حقوق کرامت انسان، حرمت انسان. با زندانی طبق قانون خود ایران، همه قانون اساس که هیچ مقام نمیتونه که زندانی را کتک بزنه. زندانی را شکنجه بده. اعتراف اجباری مردود از دیدگاه شریعت. هیچ مقام نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه اگر شریعت اسلام را در نظر داشته باشه اعتراف اجباری را معتبر کنه. باطله. و لحاظ اینا با حقوق مشترکات ما با حقوق بشر. من یک افسوسی در دل من گذاشت، گفتن که اینها کاش که همینها را همین کمیته حقوق یا با دعوت میکردن بیا اینجا، بیا تهران سفر کنن، شهرستان ها سفر بکنن، برم بازداشتگاه های ما را ببینن، برای زندان های ما را ببینن، برم با زندان های سیاسی حرف بزنن. اگر ماموران ما خلاف مرتکب شدن، ما باید ماموران اصلاح کنیم. ما باید جلوی اون مامور را بگیریم که خلاف شر انجام بده و جلوی او کسی را بگیریم، قاضی را بگیریم که قوانین و مقررات شرعی رعایت. یک قاضی گفته بود در مشهد مدت قبل که گفته بود که ما از خدا یک درجه پایینه. گفتن شما خیلی از خدا که هیچی، ما از بندگان خدا خیلی پایینه. بالاخره ما فضیلتمون، حقانیتمون در آنه که دستور خدا را چشم بسته اجرا کنیم، دستور آن حضرت اجرا بکنیم، قانون اجرا بکنیم. ما حق نداره هیچ قاضی که یک سری مو خلاف شر مرتکب بشه، خلاف قانون مرتکب بشه، قوانین مملکت را در نظر بگیره، قوانین بین المللی را نقض کنه.
این هیچ کسی حق نداره. ولی این چرا اینطور باشه؟ ما بالاخره ایرانیم، شهروندیم. الان ملت ایران خواستهش همینه. ما یکی از ملت های با فرهنگ و با سوادیم. تمدن قبل از اسلام ایران داشته که دنیا تمدنش کم بوده نداشته، اینجا تمدن وجود داشته. اسلام که آمده دوچندان کرده خوبی های تمدن ما را. و لحاظا ما باید اینجا چنان حقوق انسان ها رعایت بشه، کرامت انسان ها رعایت بشه، حرمت انسان ها را نگهداری بکنیم که برای دنیا نمونه باشه. و این ملت ایران میخواد. اما بالاخره فکر کنیم روی این. من این حرفم خدا میداند که برای در جهت منفعت من این حرفم میزنم. دشمنی نیست، من دشمنی ندارم به هیچ کسی. خیر دنیا و آخرته که ما جلوی تندروهای خودمونم. من این افسوسی خوردم، گفته که حالا این پرونده هواپیمای اوکراین که ضایعات و تلفات تلخی داشت و واقعا تلخ بود برای همه ملت ایران. من مطمئنم که مسئولین هم برای گریه کردن و گفته چرا ما عادلانه، منصفانه، بی‌طرفانه نسبت به قضایا رسیدگی نکنیم به نحوی که خدا هم راضی بشه و اولیای دم هم راضی بشه، دنیا هم راضی. چرا ما این کار نکردیم؟ من این با آیت الله رئیسی هم گفتم، همین مطلب را گفتم به رئیس جمهور که من تعجبم که چرا این مسئولین امر صحیح مدیریت نکرده، درست مدیریت. چرا این مردم ما برن به اروپا شکایت کنن، دادگاه های لاها برن و دادگاه های ما چرا این رسیدگی نکنن؟ ما منصفانه بی‌طرفانه علیه هر کسی تمام میشه، باید تمام بشه، ولی حق رعایت بشه، عدالت رعایت بشه. اگر همین الان سازمان قضایی نیروهای مسلح، اگر همه ایرانیان که در تظاهرات سالم چشمشون از دست دادن، پایشون از دست دادن، قتل نخواهن، کشته شدن، باید این دادگاه های نظامی تشکیل می شدن. اینا رو دعوت میکنن که به شکایت کنید. زنانی که شاکیان، دختران و جوانان که در بازداشتگاه ها مورد تعرض قرار میگیرن، اگر اینا را شما رسیدگی میکردید، ما رسیدگی میکردیم، چرا برن به حقوق بشر شکایتشون ببرن؟ چرا برن به جاهای دیگه شکایت کنن؟ و اینها دادگاه های ما اینا رسیدگی بکنن. نظامیان ما الحمدلله بسیار مهمن. ما برای همه نیروهای مسلح دعای خیر میکنیم. همه یکسان نیستن، ولی هر نیرویی که به ناحق مردم را مورد هدف قرار بده، هم شرعاً ملامته و هم قانوناً ملامت. بنده خطا بکنم یا یک پیش نماز دیگری خطا بکنه، خلاف قانون بکنه، یک قاضی بکنه، یا مسئولان رده بالا بکنن، همه باید در مقابل قانون فاسقگو باشن. و لحاظا اینها را فاسقگو کرد و اینها بیا جواب بدن وقتی کسی را گلوله زدن، چشمش از دست داده، قطع نخاع شده. اگر این مسئله را ما در داخل رسیدگی می کردیم، هم رضایت خدا، هم رضایت ملت، هم رضایت مردم شکایت ما را به بیرون نمی برد. این حرفها من این حرفها را بی‌طرفانه می گویم به نفع شما. ما باید بریم به سمت این که سیاست های من را اصلاح کنیم. سیاست های گذشته مسئولین محترم جواب نداده، اینها بر این اصرار نکنید، سیاست ها را عوض بکنید.
الان ما میشنویم که بله داغ بحث که اصلاح طلب ها میخواهم بیاید به انتخابات. بابا اصلاح طلب ها مردم ایران از شما و از اصولگراها عبور کرد. برای اینکه شما نمیدانید که بر سر مردم ایران شما نمیدانید که چه میگذره. با یک خیال دردآور بود که من شنیدم که یکی از یک مادر 3 فرزندش را سم داده، خودش هم سم خورده، چیزی نبوده که بده به اینها. 3 فرزندش کشته شده، خودش زنده است و نجات گرفته. این برای چی این کار این مادر میکنه؟ بالاخره این چیزی نبوده که بده. اینطور نباشه که پدر بیاید خانه چیزی نیست، بچه ها گریه کنه، بره راهی را ببنده، بره دزدی بکنه بیاره برای بچه هاش. مردم گرفتارن، مالیات بردید، کمرشکن کردید، کارتخانه ها را میخوانید و که چقدر پول جا به جا شد و یالا بیا بده. مردم نمیتونه این مالیات ها را با این وضعیت تحمل کنن، سرسماورن، کمرشکنن، گرانی و تورم. شما چرا حرف دلسوزایتون قبول نمی کنید؟ شما به این حرفا که ما میگیم شما این را عمل بکنید. شما پای حقوق بشر را باز کنید تو ایران. شما تصمیم بگیرید که اینجا ما خلاف قانون کسی که چشم ما باشه. بعضی ارگان ها هستن که اونها را چشم یاد میشه. اگر چشم هم باشه و خلاف قانون مرتکب بشه ما به گریبانش میگیریم. شما مسئولن. ما قدرت گریبان گرفتن آقا سوی تفاهم نشه نداریم. ما کسی را گریبان کسی را نمیتون. ما مسئولی نمیگی، شما گریبانش را بگیرید، قانون گریبانش را بگیره. قانون مساوی باشه، نیروی مسلح نشناسه، امنیتی نشناسه، نظامی نشناسه، وزیر نشناسه، قاضی را نشناسه. قانون. شما قانون امروز اجرا کنید، فردا پول شما ارزش پیدا میکنه. ماموران حقوق بشر را بگه بیا برای تحقیقات این در به زندان بررسی کنه. هر خلاف باشه ما اصلاحش میکنه. ما نمیگه خلاف نیست، خلاف است، ولی تصمیم بگیری به اصلاح. شما ببینید پول شما به کجا میرسه. شما با مردم بشینید. و توی فرانسه یک چیزی را من ذکر کردم، گفت فرانسه 2 چیز بود. یکی این که باید فرانسوی ها بشنوند حرف مردم. من این اطلاعات ندارم که چقدر شنیدم یا نه، من مورد ندارم. ولی دوم که نزنید، بشنوید. و ما اینجا به دولت مردان کشورمون میگین اینجا ممکن نزنید و هم بشنوید. اگر شما حرف مردم بشنوید که چه میگن، قوانین تغییر بدید. قوانین باید تغییر بخوره وقتی که خاص مردم باشه. مردم محورن، محور اصلی مردم وقتی تغییر میخواهند، شما هم حکومت شما نماینده مردم. مردم همه اختیارات دست شما نیست. شما از مردم حکومت نمایندگی میکنه. شما وقتی که مردم شما را میگه که شما قانون داد، مردم نمایندگان مجلس میگه شما تغییر بدید، باید تغییر بدید. شما خواست مردم تن بده. ما همین مردمی که اینجا نشستیم اگر اینا بگن که آینده نماز ساعت 12 باشه، ما میگه چشم. ما صحبتای منو قطع میکنیم، 12 نماز برگزار میکنیم. مردم اینجا اختیار همین است. من 1 نفرم و اینها چندی هزار نفرن. هرچی که اینا بخواهمون منا بگن شما نماز ندید، من نماز نمیدم. چرا که خاص مردم گفتن که ما پشت سر تو نماز نمیخوان. همین این دنیا هم اینطوره. رئیس جمهور استعفا میدن،
نخست وزیر استعفا میدن، مدیران استعفا میدن، وقتی که مردمشون نمیخوان. نخواستید. و دعوت بنده، صحبت بنده خلاصه میشه در این که مسئولان خود را در اختیار مردم قرار بدن، در صف مردم بشینن، در کنار مردم بشینن و به نفع مردم فکر کنن، شبها برای مردم گریه کنن. بهترین مسئولونه که دعای خیر کنه برای ملت و ملت برای مسئولان دعای خیر کنن. این بهترین حالت همینه، این حالت این ایدئاله. شما باید مردم ببینید که چه میگن و کنار اینها بشری، به رسیدگی کنه. ظلمه که در حق مردم در اعتراضات شده است، ظلمه که بر مردم زاهدان در جمعه خونین شده. این خواسته شو همینه که این رسیدگی بشه، نه اینکه مردم بینی کسی را نزدن خون بشه. و صبر کردن برای همین که رسیدگی بشه. علیه که تمام میشه؟ هر کسی تمام میشه. هر کسی جرم مرتکب شده، نه که این وزیره، این فلان مقام داره و بالاخره هر مقام داره حق و قابل ستایشه که خلفای راشدین استانداران خود را می آوردن. از عمر استانداری را آورد با یک طرف عادی که او را سیلی زده بود، او را گفت تگن سیلی بزن و او سیلی زد به صورت استاندار و گفت که ای عدالت. دروازه امر بن عاص از عمر دستور داده در مصر والی حضرت عمر بود که آتش بزنن. گفت تو برای خانه 4 دیواری درست کردی، دروازه زدی که از مردم حجاب بشی. تو حق حجاب نداری با مردم، تو در اختیار مردم. هر شبی و روزی می آیند تو باید به اینها رسیدگی بکن. شما اگر اینطور رفتار کنید و اگر شما حرف خیرخواهانتون رو گوش بکنید، ما دشمن شما نیستیم. هر حرف ناحق که زدی بگی اینجا ناحق، من اصلاحش میکنم اگر ناحق باشه. من به خود حق نمیدم که حرف ناحق بزنم، حرف ظالمانه بزنم، حرف منصفانه بزنم، توهین بکنم به کسی. نه، من معتقدم که یک سر مو از حق تجاوز نکنم، همین التزام کنم. این خواسته من نیستن تنها، این خواسته خداست، این خواسته ملته، خواسته مردمه و منفعت من نیست، منفعت همه مردم. من یک نفری از این ملت. شما حرفهای ما را گوش کنید و بررسی کنید، حرفهای ما را بررسی کنید و حرفهای ما به نفع انشاءالله. الله تعالی توفیق عنایت کنه. من 2 تا آرزو دارم برای ملت ایران. یک سعادت دنیا را برای ملت میخواهم، یک سعادت آخرت را میخواهم. آخرت همه به بهشت برن و در دنیا هم کشور برای اونها بهشت بشه، سیر بشن، آباد بشن. دیگه چیزی من نه. و مسلمانان غیر مسلمانان در چه زبانه، نه با مذهب مردم کار دارم، نه با دین مردم کار دارم، با عدالت کار دارم، با انصاف، با اون چه که منافع مردم تامین میکنه و مردم راحت میکنه. دغدغه ما همینه، دیگه دغدغه ندارم. دغدغه شما را هم دارم که مسئولید، شما را هم دارم. شما هم آخرت دارید، نمیخوام شما آخرت گرفتار بشید. دنیایتون برای آخرتتون نمیخواهم که آخرت مصرف دنیا بشه از هیچ کسی، نه از ما نه از شما، و بلکه دنیا به جای خود و آخرت به جای خود. و صلی الله علی سیدنا محمد.